به نام خدا سلام عرض میکنم خدمت دوستان عزیز و هنرمند کانال هامی باف در یوتیوب. حمیده محمودی هستم، مربی دوره‌های 2 میل بافی و قلاب بافی که توی گنج باف قلاب بافیامو میذارم. اینجا هم 2 میل بافیا رو امروز با طرح کندویی 2 رنگ در خدمتتون هستم. 2 میل بافی است که شما میتونید این طرح رو به جای 2 رنگ چند رنگ ببافید. شکل این تصویر رو اینجا میبینید. امیدوارم که از این آموزش هم لذت ببرین. برای شال و کلاه فوق العاده است. برای پتوی نوزاد و بلوز و ژاکت میتونید از این طرح خوشگل ببافین. ممنون میشم شما هم حمایت کنید، چون آموزش رو واقعا با عشق تقدیمتون کردم. تمام نکات با فوت و فن. پس شما هم لایک کنید و نظرتون رو برام کامنت کنید. اگر سوالی هم داشتین تو قسمت کامنت ها بنویسید که جوابتون رو میدم. مرسی از همراهیتون و سخاوتتون. ببینید برای تمرین 22 تا دونه سر بندازین. توی بافت متوجه میشین که به چه شکل باید دونه ها تقسیم بشه. تقسیم بندیش وقتی که میبافیم متوجه میشین تو رج سوم. حالا ما رج اول همه دونه هامون رو میایم از زیر میبافیم تا انتهای رج. همه دونه ها از زیر بافته میشه. 2 رج ما باید رکن بافی کنیم. پس تا انتهای رج ببافین. من تا انتهای رج همه دونه ها رو از زیر بافتم. حالا رج دوم بازم همه دونه هامو از زیر میبافم، یعنی رکن بافی میکنم. ببینید دوباره رج دوم همه دونه ها از زیر بافته میشه تا انتهای رج. پس تا انتهای رج تکرار کنید. خب ما 2 رج همه پایه هامونو از زیر بافتیم. ببینید از هر دو طرف عین هم بافته میشه. حالا برای رج سوم ما رنگ دوم رو برمیداریم. حالا شما هر رنگی که دوست دارین انتخاب کنید و اینو با دستتون به این شکل نگه دارین و 2 تا دونه از زیر ببافین. ببینید 2 تا دونه اول از زیر بافته میشه. حواستون به این نخ رنگ زرد باشه که این دونه کشیده نشه. ببینید 2 تا دونه از زیر که بافتین. حالا 2 تا دونه رو نبافته توی میل دست راست بگیرین به این شکل. این 2 تا دونه ببینید نبافته توی میل دست راست بگیرین و 6 تا دونه از زیر ببافین. 1 2 3 4 5 6 و تکرار کنید. دوباره 2 تا دونه نبافته و بازم در ادامه همون رج سوم 2 تا دونه نبافته برداشتم. حالا 6 تا از زیر. 1 2 3 4 5 6 و دوباره 2 تا دونه نبافته از زیر برمیدارم. یعنی منظورم اینه که وقتی میگم از زیر یعنی نخ از زیر باشه و 2 تا دونه از زیر ببافین. و حالا برای رج چهارم اینا رو باید یادداشت کنید چون تکرار میشه. برای رج چهارم 2 تا دونه از رو و دوباره ما نخ ببینید این سمت جلو باشه. این 2 تا دونه دوباره نبافته توی میل دست راست بگیرین. ببینید نخ جلو باشه و 6 تا دونه از رو ببافین و تکرار کنید. دونه های نبافته رو بردارید. ببینید رج چهارم همونطور که گفتم 6 تا از رو بافتم، 2 تا نبافته برداشتم، 6 تا رو، 2 تا نبافته، 2 تا هم از رو بافتم. حالا میام رج پنجم. رج پنجم عین رج سوم بافته میشه، یعنی ما 2 تا دونه از زیر. حالا این دونه اول شما میتونین همینجور نبافته بردارین، میتونید ببافید. خب 2 تا دونه از زیر و حالا ما اینجا این 2 تا دونه رو دوباره اینجا توی این رج عین رج سوم نبافته برمیداریم و 6 تا از زیر میبافیم. یعنی ما دیگه داریم تکرار میکنیم تا رج 8 ما این کار رو تکرار میکنیم. ببینید ما الان همینجور تا انتهای رج که بافتیم، بعد میایم رج ششم عین رج چهارم بافته میشه، رج هفتم عین رج 3 و 5 بافته میشه، رج هشتم عین رج 2 و 6 بافته میشه. تکرار کنید. خب تا رج 8 تکرار کردم. دونای نبافته رو نبافته برداشتم، 6 تا دونه رو هم از این سمت از زیر بافتم، از اون سمت از رو بافتم
و حالا میام با رنگ زمینه، همون رنگ اولی، رنگ زرد، من میام دونه هامو همه از زیر میبافم تا انتهای رج همشون از زیر ببافیم. این دوتا دونه رو به این شکل از زیر میبافم و بقیه دونه ها به صورت عادی از زیر بافته میشه تا انتهای رج. این شد رج نهم. همه دونه ها از زیر بافته میشه رج نهم با رنگ زمینه. رج 10 همه دونه ها باز هم از زیر بافته میشه، یعنی ما دوباره 2 رج رکن بافی میکنیم، میایم تکرار میکنیم از رج 1 تا 8. ببینید الان رج 10 ما میایم دوباره دونه هامونو همه از زیر میبافیم. دونه اول رو که بر میدارم و بقیه دونه ها رو از زیر تا انتهای رج ببافین. ببینید ما الان اینجا رج 9 و 10 شد عین رج 1 و 2، یعنی ما همش تکرار میکنیم از اینجا به بعد. ولی یه فرقی که داره اینه که باید از رج 11 ما بین اون لونه زنبوری های قبلی بیفته. خب پس تا انتهای رج که بافتین، برای رج بعد بهتون میگم که به چه شکل ببافین که ما بین دونه های بعد بیفته. خب ببینید ما الان از اینجا میایم ما بین اینا به این شکل، یعنی ما رنگ دوم که رنگ بعدی هست، رنگ دومی رو ما میایم 6 تا از زیر میبافیم. 3 4 5 6. حالا اینجا 6 تا که از زیر بافتیم، توی اون قسمت ها 2 تا از زیر میبافتیم، بعد می اومدیم 2 تا نبافته برمی داشتیم. اینجا 6 تا از زیر، حالا 2 تا دونه نبافته برمی دارم. بعد میام دوباره 6 تا از زیر میبافم. 2 من اینو درست کنم. خب 3 4 5 6. دوباره 2 تا دونه نبافته و 6 تای آخری هم از زیر ببافین به این شکل. خب ببینید ما بین این خونه های قبلی 2 تا دونه نبافته داریم و دیگه از اینجا ما همونجور هر جا 6 تایی داریم از رو میبافیم، هر جا 2 تا نبافته بود همونجور نبافته برمیداریم از رجهای پشت. ببینید وقتی میرسیم به اون 2 تا دونه زرد که نبافته برداشته بودیم، از سمت پشت هم نخ باید این سمت باشه و نبافته بردارین و بقیه دونه ها 6 تا رو از رو ببافین و اون 2 تا دونه نبافته رو دوباره نبافته بردارین به این شکل. و از رج بعد دوباره همین کارا رو تکرار میکنیم، یعنی ما الان میایم 4 رج دیگه به همین شکل میبافیم و دوباره بعد از این که 4 رج دیگه بافتیم، یعنی با رنگ دومی 6 رج باید این کار رو انجام بدیم که 2 رج بافتیم، 4 رج دیگه میبافیم. بعد از 4 رج میایم دوباره با رنگ زمینه که زرده 2 رج رکن بافی میکنیم و این کار تکرار میشه.